پیرها. ادامه سریال در وبسایت مووی باز. Feriha! Seni bekliyoruz. رفته بودی قدم بزنی؟ تو من اومدم معذرت خواهی کنم. میدونم که مامانت الان صدات کرد. فکر کنم نمیشه صحبت کنیم. مامانم؟ نمیدونم منو دیدی یا نه. چطوری اینجا رو پیدا کردی؟ وقتی داشتین از کافه می اومدین بیرون دیدمتون. از جلوم رد شدین. فریها باید با هم حرف بزنیم. تو دانشگاه منتظرتم. خانوادتو بیشتر از این منتظر نذار. این گلا رو واسه تو گرفتم. امیدوارم خوشت بیاد. من که سر در نیاوردم. استاد هاکان یه چیز میگه و یونجا خانم یه چیز دیگه. خب اونم حق دارن. ما امسال هیچ کاری نکردیم. امیر چیکار کنیم؟ چطور از پروژه سال قبل استفاده کنیم؟ یه کمی تغییرش میدیم ها؟ چی رو تغییر بدیم؟ امیر تو اصلا حواست نیست. چت شده؟ کجا میری پسر؟
فریها میشه حرف بزنیم؟ حرفی واسه گفتن ندارم. من اون شب فراموش کردم. تو هم فراموش کن. منم فراموش کنم؟ آره. تو فراموش کردی همه چی تموم شد دیگه. فراموش کردن همه چی واسه تو خیلی راحته، چون صبح که از خواب بیدار میشی اینطوری تصمیم میگیری بدون اینکه بهم اطلاع بدی. صبح زود اومدی جلو خونمون، چون تو دلت میخواست با هم حرف بزنی، تصمیم گرفتی با هم حرف بزنی. اما میدونی چیه؟ من نمیخوام باهات حرف بزنم. از اینکه اومدم دم درتون ناراحتی؟ اومدم دم درتون. همچین چیزی برات خیلی عادیه نه؟ اما شاید همیشه همینجوری هستی، بی خبر میای سر راه هم سبز میشی. سر راه سبز میشم؟ بازینت هواشون شد. تو فکر میکنی کی هستی؟ ها؟ هر وقت دلت خواست نمیتونی بیای جلو خونم. من مثل دخترای دور و برت نیستم. بیا، بالاخره یه جوری باید توهین کنه دیگه. هر وقت دلت خواست نمیتونی بیای دم خونم. فکر میکنی یه دسته گل بگیری بیایی همه چی حله؟ گل؟ ببینم چی باعث شده به خودت همچین اجازه ای رو بدی ها؟ من باعث شدم چون یه شب مهمون قصر ولیعهد شدم؟ فریهای اون شب واقعی نبود. فریهای واقعی اینه. از اینم میشه یه فیلم کوتاه ساخت. اسم فیلمم میشه گذاشت واقعیت چیه. ببینم بچه‌ها نظرتون چیه ها؟ ایلکر دیگه از این حرفا نزن. ناراحت نشو، حق و فریهاست. حتما خانوادش مذهبیه، باید بهش حق داد. قبول دارم که یکم زیاده روی کرد و تند رفت، ولی خیلی رو میشناسم که به خاطر یه دختر آبروشون رفته. ولی تو تو دانشگاه میبینمت. نمیتونم تو چشات زل بزنم، ولی میبینمت. حتی وقتی میام خونه بازم همه جا تو رو میبینم. تو صورت داداشم، تو صورت دوستم، تو قلبم. چطوری فریها؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبم. انگار به حرفت گوش داده. نمیدونم، باهات حرف نمیزنه، تو رود نگاه نمیکنه همونطوری که میخواستی. بهش توجه نکردم، واسه همین نمیدونم. خب کجا با این عجله؟ عجله ندارم، کلاسم تموم شد. یعنی حالا که کلاس تموم شده مستقیم میری خونه؟ خونه نمیرم فعلا، خدافظ. وای چقدر الان اولوداغ رفتن میچسبه. آره چقدر خوب میشه بریم. آخه امسال نشد بریم. تازه تولدت هم اونجا میتونیم بگیریم. نمیدونم، حالا حوصله یه جشن تولدو ندارم، ولی میخوام از کورای هدیه بگیرم. امیر تو چی میگی؟ اولوداغ، اسکی، تفریح، درس، پروژه، استاد هاکان. نظرم اینه. اگه الان فریا بیاد اینجا و بگه که بیا با هم بریم کو، خیلی دوست دارم بدونم کی باهاش میره. والا من که میرم. ببخشید دوستان، خوشحال میشم اینا رو بهم قرض بدین. باشه اشکال نداره. قهوه؟ برای من گرفتی؟ یه روز گفته بودم که کاری میکنم منو ببخشی. برای شروع قهوه گرفتم. اما جلوی امیر اگه مشکلی هست؟ نه مشکلی نیست، لطفاً بشین.
فکر کردم شاید خوشت نیاد و اینجا راحت نباشی. ناراحت باش. چی کار میکنن؟ داره تلافی میکنه. از اینجور دخترها خوشم میاد، ولی انقدر تند و تیز بودنم بدبختی میاره. اگه حرفی داری واضح بگو. والا امیر جان، همه چی معلومه. همه به فریها پر و بال دادن و الانم داره لذت میبره که پیشنهاد تو رو رد کرده. امیر، میدونم چرا اون پسر این کارا رو میکنه. به خاطر اینکه تو رو اذیت کنه پیش فریها میره. داداش، میخوای چی کار کنی؟ کارم خیلی طول نمیکشه. نمیشه توی چیزی دخالت نکنی؟ بهت چی گفت؟ مهم نیست. چی گفت؟ مهم نیست، حرفای مردونه بود. امیر لطفاً تو دخالت نکن. بیلی کرد چی گفتی؟ اگه حرفم به تو ربطی داشت حتما با صدای بلند میگفتم که تو هم بشنوی. حق نداری اینطوری بیایی جلوم وایسی و در گوشی حرف بزنی. بیل کرد چی گفتی؟ از خودش بپرس، شاید بهت گفت. من از تو میپرسم چی گفتی؟ چرا اینقدر برات مهمه؟ چیزی که گفتم اصلا چرا برات مهمه؟ اگه جلوم نمیگفتی برام مهم نبود. که اینطور؟ امیر خم شدم و تو گوشش گفتم که پا تو از گلیمت دراز سر نکن. فریها، بین ما یه چیزی هست، تو هم اینو میدونی. انکار نکن که بین ما چیزی نیست. امیر، سفده؟ صبح زنگ زدم ولی بر نداشتی. فریها، فکر کنم بعد موقع اومدم. ببخشید متوجه نشدم که مال شماست. اشکالی نداره. تو کی هستی؟ من امیرم. منم عمرم. از آشناییت خوشحال شدم. فکر کنم قبلا تو رو یه جایی دیدم. تو این آپارتمان. ببخشید. بله مامان. لارا دخترم تو کجایی؟ ما خیلی نگرانتیم. شکرم خیلی اذیت میکنه. من نمیتونم بهش برسم. باشه مامان، دارم میام. داشتی چی میگفتی؟ میخیال، مهم نیست. بابت موبایل ممنون. شب بخیر عمر. شب بخیر. عمر بیا بریم تو.
این دفعه واقعا سر راه سبز شدم. اینجا جلو آپارتمان؟ بیا بریم اونجا با هم حرف بزنیم. فریها همین الان به هم جواب بده. خواهش میکنم به هم بگو عشقمو قبول میکنی یا نه؟ امیر تو رو خدا برو. نمیرم فریها. جلو راتو گرفتم، جلو خونت وایستادم. حالا هر چی میخوای بگی حق داری، اما همین الان یه جواب ازت میخوام. چرا طوری رفتار میکنی انگار هیچی بین ما نیست؟ چون من نمیتونم امیر. چیو نمیتونی فریها؟ از من فرار میکنی. بگو چرا این کارو میکنی؟ فکر میکنی میخوام باهات بازی کنم؟ ها؟ اینطور نیست. ربطی به تو نداره. پس چی فریها؟ برای آخرین بار ازت میپرسم، دوستم داری؟ فریها تو چشام نگاه کن. دوستم داری؟ فریها با من میمونی؟ با تو میمونم.
بله. داری راهو اشتباه میری. چی؟ سمت راستت نگاه کن. اگه سوار تاکسی میشدی گمت میکردم. بازم بیخبر اومدم ولی دیگه عادت کردم. فریهایی که امیر ولش کرده رو میخوام چیکار؟ میخیال کاری به کارش ندارم. چیه؟ خیلی تعجب کردی؟ اون دیگه برام مهم نیست. فریها دیگه به تاریخ پیوست. نه، فریها تاریخو نوشته. صبح بخیر. صبح بخیر داداش. صبح بخیر فریها. صبح بخیر. هانده حالت خوبه؟ تا الان که خوب بود. حتما یهو حالش بد شده. ببینم هانده یهو چت شد ها؟ هیچی، چیزی نیست. یهو معده‌ام درد گرفت. آها، حتما یه چیزی رو معده‌اش سنگینی میکنه. یه لیوان آب سرد بخور، برات خوبه. باور کن. نمیخوای بری دکتر؟ نه نمیخوام. من میرم دستشویی. میخوای منم بیام؟ احتیاجی نیست. نمیخوام روز اولی جداتون کنم. خوبه، ما هم همینو میخوایم. هانده باورم نمیشه اینا واقعا با هم. مگه کوری؟ دو مرغ عشقم اومدن. چه خبر بچه ها؟ حالا که همه اومدن بیاین در مورد تولد هانده صحبت کنیم. کیه؟ این جمعه میخواستیم هیلز رو رزرو کنیم. باشه، این کارو میکنم. نمیخواد. یعنی بیخیال شدم. اونجا جاییه که همیشه میریم. تازه
بعضیمونم از اونجا خاطرات بدی داریم. ببخشید پریها، بهت که بر نخورد. نه ممنون که به فکر منی، ولی من با اونجا مشکلی ندارم. میتونی راحت باشی. فهمیدم. حرف کاملا بی جایی بود. عذر میخوام. هنوز به این که سر یه میز میشینیم عادت نکردم. به مرور زمان عادت میکنم. سلام، چه خبر؟ ببینم قراره چیکار کنین؟ امیر بهت تبریک میگم، انقدر دنبالش رفتی تا آخر به دستش بردی. ما اینطوری به موضوع نگاه نمی کنیم، ولی بازم ممنون. بریم یه هوایی بخوریم. باشه، خداحافظ. فعلا. خب برای تولد چی کار میکنیم؟ تولد کیه؟ من. کجا میری؟ هنوز قطعی نشده. وقتی قطعی شد حتما بهت میگم. باشه. خیلی خوب، منم میرم یه هوایی بخورم، شاید اعصابم آروم بشه. خب فقط ما سه تا موندیم. ببینم تو چی میخوری؟ فریها، بخماتو باز کن. باشه، معذرت میخوام، حق با توه. اما چی کار کنم؟ رفتارشون خیلی عجیبه. اصلا برام مهم نیست. من که حالم خیلی خوبه. حتی برای اولین بار احساس خیلی خوبی دارم. بعد از دانشگاه میخوام یه جای خوب ببرمت. نمیتونم، من باید برم خونه. امشب مهمون داریم، اگه دیر برم خونه خوب نیست امیر. باشه، پس اگه فردا وقت داشتی فردا میریم. یعنی این دوتا لقب عشق سالو به دست میارن؟ چی داری میگی واسه خودت؟ امیر، کجا میرین؟ خب همه بهتون تبریک گفتن، ولی درد معده‌ام به من این اجازه رو نداد. منم به نوبه خودم تبریک میگم. خب کی قراره جشن بگیریم؟ جشن؟ نه بابا، جشن واسه چی؟ تو رو خدا فریها، ما شاهد این اتفاق بودیم. نمیخوای به این مناسبت یه جشن بگیریم؟ همه ما میخوایم تو این جشن شرکت کنیم. داشتیم کجا میرفتیم؟ فریها داشت میرفت خونه. روز اول خیلی باحالی. بیا بریم فریها. نه، من با مامانم اینا قرار دارم سوار تاکسی میشم میرم. خب امیر، تکلیف چیه؟ تو روزای عادی ما میمدیم خونه تا روی پروژه کار کنیم، اما امروز همه چی غیر عادیه. میرم واسه فریها تاکسی بگیرم، بعدش میام که صحبت کنیم. فریها، من تو رو به کلی فراموش کردم. عادت کردن به این شرایط یکم سخته، ناراحت نشی. میدونی یکم غیر عادیه که امیر تو دانشگاه یه دوست دختر داره. میفهمی که چی میگم؟ به خاطر این گفتم. عادت کردن به این شرایط سخته، اما به زودی عادت میکنی. خب دیگه من میرم. بیا بریم. نه، من دیروزم خودم رفتم، امروزم خودم میرم. مزاحمت نمیشم. خدافظ. بای. یه فیلم خوب در حال اکرانه، بریم سینما. برای عشاقم که رسمه با هم برن سینما. هانده، یادت رفته که رسم که عاشقا تنها برن؟ من باید تا یه ساعت دیگه خونه باشم. وای خدا، فیلم یه ساعتی هم که نداریم. حالا چی کار کنیم؟ بریم خونه ما؟ چطوره؟ خب پس بگم برای پذیرایی یه چیزایی آماده کنن.
چرا اونا نیومدن؟ شاید ما را قال گذاشتن. اومدن. بریم تو. خب خدافظ. خدافظ زهر خانم. شما برین تو پذیرایی، منم الان میام. اینجا خیلی قشنگه. خیلی خوشم اومد. اما وقتی همیشه جلوی چشمت باشه کم کم برات عادی میشه. واقعا؟ پس درست آدمونی که کنارش رو نمیبینه ولی در آرزوی کسیه که دستش بهش نمیرسه. بچه ها قهوه میخواین؟ البته. خوبه. تو؟ همین الان آماده میکنم. خیلی شبیه مامانتی. در واقع بیشتر شبیه بابامم، ولی با بابام عکسی ندارم چون وقتی کوچیک بودم بابام فوت کرد. خود رحمتش کنه. نذار اونجا. ببین عکسای خیلی قشنگی دارم. جالبه. آره خیلی جالبن. خاطره ها رو برامون زنده میکنن. نمیدونستم دوستتون انقدر قدیمیه. بیا بشینیم. خب تو یه شهر زندگی میکنیم، همدیگر رو پیدا کردیم دیگه. عکس بگیر. به حرفای اینا توجه نکن. نمیشه آدما رو از روی عکساشون که رو جلد مجله ها چاپ شده شناخت. باید باهاشون بود و به شخصیت واقعیشون پی برد. ارزشای مشترک تو زندگی و سیرت زیبای آدما مهمه. البته هانده خانم فکر میکنه هنوز تو کشور قانون ارباب و رعیت حاکمه. سفید پوست و سیاه پوست. اما این تقصیر اون نیست. مجله های اجتماعی که مطالعه میکنه این افکار رو بهش القا کرده. مجله ها بازتاب دهنده افکار یه ملته. منم با هانده موافقم. اختلاف طبقاتی همه جا هست. نمیشه اینو نادیده گرفت. اختلاف طبقاتی؟ ولی من مخالف اختلاف طبقاتی ام. زمین خونه مشترک همه ماست و همه باید بتونن به طور مساوی از نعمتایی که خداوند در اختیار ما قرار داده استفاده کنن. خب من دیگه باید برم. 1 ساعت شد؟ ترافیک دیرم میشه. من میرسونمت. نه من حرفاتونو قطع نمی کنم. بحثتون خیلی عمیقه، شما ادامه بدین. من با تاکسی میرم. الان میگم آژانس بیاد. نمیدونم چرا وقتی کنار تو هستم زمان خیلی زود میگذره. انگار ساعت با سرعت بیشتری حرکت میکنم. ماشین ندارن. اشکال نداره، خودم میتونم برم. ممکنه علاف بشی، من میرسونمت. نه لازم نیست، خودم میرم. فریها تعارف نکن.
فکر نمی کنم اگه مامان تینا تو رو تو ماشین من ببینن ناراحت بشن. ربطی به خانوادم نداره. نمیخوام بیشتر از این مزاحمتون بشم. خب من رفتم. خدافظ. خداحافظ. هر جور راحتی. به این دختر خوبی هم نیومده. هانده خانوم، خوبی داریم تا خوبی. وقتی گفتم برسونم سهر ترک شد. اگه خانوادش این همه بهش گیر میدن میتونه سر کوچه پیاده بشه. مگه چیه؟ تو باز شروع کردی؟ تولدت مبارک. خب شب کجا بریم؟ تصمیم گرفتم دعوتتون کنم خونمون. راحت تریم. نخواستم دقیقه 90 جایی رو رزرو کنم. مامانم برای شب همه چی رو آماده کرده. همه با همین. بالاخره برنامه جشن تولد هانده معلوم شد. من کاملا فراموش کرده بودم. تو خونه جشن میگیریم. فراموش نکنین که بیاین. من از الان تبریک میگم چون نمیتونم بیام. نمیای؟ اما تو خونه ایم. یعنی هیچ مشکلی پیش نمیاد. خودمونیم. صبح هم میتونی بیای دانشگاه. ما خونمون مهمون داریم. بعد از دانشگاه باید برم پیش اونا. انگار مهمونتون خیلی هواتو دارن چون هر روز با عجله میری خونه. خب وقتی برن راحت تر میشم. این وضع موقتیه. وای خدا، بی تو هم خوش نمیگذره. به هر حال فریها، تو به میز جشن تولد رسیدگی کن. ادامه سریال در وبسایت مووی باز. توجه اونال صراف‌اغلو با عشقش تو خروجی سینما دیده شده و در جواب خبرنگار که پرسیده بود امشب شب آرومی دارین عشقشو بغل کرده و گفته شب تازه شروع شده. این آدم ایدئال منه. امیر بابات ازت جلو زده ها. خب دلیلش اینه که ماجرای شبگردی تموم شده. من از این اوضاع راضیم. فریها، قنچه چشه؟ شماها هنوز با هم حرف نمیزنی؟ این دختره واقعا قاطی کرده. کاملا دیوونه شده. من برم ببینم چشه. دیروزم اینطوری بود.
میخوام بالهاشو من براش وصل کنم. یعنی چی؟ آخه فرشته است، به خاطر همین گفتم. هانده میشه منم شاخهای تو رو وصل کنم؟ آخه شیطونم یه نوع فرشته است. کرای یه لحظه. بله. الو، کرای منم فریها، به هیچ وجه اسممو نبر. خیلی خوب باشه. باید با هم حرف بزنیم. باشه. کجا؟ میتونی بیای کافه نزدیک دانشگاه؟ تو دانشگاه جایی نبود؟ تو دانشگاه نمیشه، کسی نباید ببینه. ببینم میای؟ باشه، ولی کی؟ همین الان؟ آره همین الان، ما منتظریم. باشه، ولی منظورت از ما؟ منو اونچه. آها، خب باشه. فعلا خداحافظ. کی بود؟ کس خاصی نبود، یه دوست قدیمی. اسمشو بگو. میگم ولی نمیشناسی. مگه دوستی هم داری که من نشناسم؟ بگو ببینم کی بود؟ به تو چه؟ باید بهت جواب پس بدم؟ من دیگه باید برم. فقط 1 ساعت وقت داشتی؟ یادم رفت که بگم با مامانم قرار دارم. بچه ها، منم باید برم. تو کجا میری؟ با یه دوست قدیمی قرار دارم، همینی که الان زنگ زد. میرم ببینمش. خیلی خوب، خداحافظ. میبینمت. خداحافظ. خداحافظ. قالمون گذاشتن. خب من به کار خودمون میرسیم. فریها کجاست؟ باباش مریضه، قرار بود مستقیم بره سر کلاس. چرا؟ خب کرای کجاست؟ نمیدونم، خبر ندارم. گفته بود تو کلاسه، ولی ببین داره از بیرون میاد. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. فریها سر کلاس نبودی؟ چرا بودم. بعد یه کاری تو بانک داشتم، رفتم اون انجام دادم. واقعا؟ آها، کرایم اومد. بالاخره همه اومدن. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. چرا اینجا وایسادی؟ ببین اونجا کیان امیر. اونا اینجا چی کار میکنن؟ نمیدونم. به فریها زنگ بزن. چرا به فریها زنگ بزنم؟ اونجا دیگه. بیا بریم. امیر بشین. به فریها زنگ بزن و ازش بپرس کجاست. سلام عزیزم، الان کجایی؟ اومدم هتل، دارم کار میکنم. بعداً بهت زنگ میزنم. گفتی که هتلی؟ آره؟ واقعا؟ خیلی جالبه. بذار منم به کرای سنگ بزنم ببینم کجاست.
نه بهتره برم پیششون تا حالشون رو بگیرم. بشین. را بیفت. فریها، متاسفم که مجبور شدی دروغ بگی. تو موقعیت بدی قرار گرفتی. تو اصلا برای دوست پسرت وقت نمیذاری. رابطه شما هنوز ما خیلی... ما نیومدیم اینجا که راجع به من و امیر حرف بزنیم. موضوع اصلی رو فراموش نکن. فریها، میخوای من چی بگم؟ مگه نمیگی موضوع مربوط به هر دوتامونه؟ پس نفر دوم کجاست؟ من با تو حرف میزنم، تو با قنچه حرف میزنی، بعد دوباره با من حرف میزنی. قراره مسئله رو اینجوری حل کنی؟ گوش کن فریها، بهت که گفتم اون میخواد منو زجر بده، ازم انتقام بگیره، ولی به نظرم این راهش نیست. اگه بخواد اینطوری ادامه بده تنها کسی که زجر میکشه خودشه، نه من. من دیگه میرم. میری خونه؟ بذار برسونمت. نه میرم هتل. اگه تا سر کوچه برسونی ممنون میشم. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ میتونم یه چیزی ازت بخوام هانده؟ ازت خواهش میکنم که این موضوع رو فراموش کنی. واقعا داری ناامیدم میکنی؟ هانده، من به فریها اعتماد دارم. در ضمن کرایم مثل برادرمه. یعنی فراموش کنیم که چی دیدیم؟ قرارای یواشکی اونا چه معنی داره؟ هانده امیر، اگه خیلی به اونا اعتماد داری چرا ازشون نمیپرسی؟ چرا نمیگی که چی دیدی؟ میترسی با حقایق روبرو بشینم؟ سکوت، اینم جواب خوبیه. فریها چه خبر؟ انگار کارای هتل خیلی زیاده. نه فقط شب کم خوابیدم. از قیافت معلومه، مگه نه امیر؟ دیشب بهت زنگ زدم ولی جواب ندادی. بعدش هم زنگ نزدی. متوجه نشدم. خیلی خوب، من میرم. تازگی ها خیلی معده درد میگیرم. چت شده؟ هیچی، چیزی نیست. باشه، من میرم سر کلاس. میبینمت. فریها، فکر کردم پیش قنچه ای. قالم گذاشت، فکر میکنه اینطوری بیشتر عذابم میده. به جای اینکه محکومش کنی سعی کن درکش کن. ولی فریها، تو هم همش از دید اون به مسئله نگاه میکنی. منم یکی رو میخوام که درکم کنه. کاش میتونستم با امیر حرف بزنم. دیوونه نشو. ما هر دومون به قنچه قول دادیم. باشه فریها، من رو حرفم هستم. چی دارین به هم میگین؟ بشین، بحث جالبیه. موضوع چیه؟ خب الان بهت میگم. موضوع اینه که کی به کی وفادار. من این موضوع رو خیلی دوست دارم. دوست پسر قبلیم اعتراف کرد که وقتی با من بوده با دوستم به من خیانت کرده. احمقه دیگه. چرا اعتراف کرده؟ اعتراف نمی‌کرد؟ نباید اعتراف میکرد. حتی اگه تو تخت خواب گیرتون آوردنم باید انکار کنی. سوء تفاهم نشه، ولی نظر من اینه. مگه شما 6 ماه پیش جدا نشدین؟ اگه آدم بود اون موقع اعتراف میکرد. عوضی دیگه، کثافت. موافقم، طرف خیلی عوضیه.
من اینطور فکر نمی کنم. رابطه دختر و پسرها پایدار نیست. خیلی زود به وجود میاد و از بین میره. در واقع دوستت بهت خیانت کرده. در واقع اونه که عوضیه. سخنان فلسفی خوبیه. خیلی خوب، ما میریم. کجا میریم؟ بیا بریم. چرا اینجا اومدی؟ فریها، باید راجع به اون شب حرف بزنیم. خب حرف زدیم. حداقل راجع به قسمتی که مربوط به ما بود حرف زدیم. اما اینجا همه چی از اینجا خراب شد. شاید از اینجام درست بشه. اینجا همه چیزش متفاوته. اینجا همیشه اینجوریه. شب و روزش متفاوته. وقتی می اومدیم تو انگار همه کارمندای اینجا منو شناختن. دنیای اینجا دنیای شبونه است. شبا ممکنه هر اتفاق اینجا بیفته، اما فرداش همه چی فراموش میکنن. دنیای تو هم دنیای شبونه است. تو هم فراموش کردی؟ آره، فراموش کردم. به غیر از تو همه چی رو فراموش کردم. تکون نخور. چی کار میکنی؟ همون کاری که تو آمفی تئاتر کردی. گفتم تکون نخور. خوش اومدین آقا. سلام، چه خبر؟ آقا امیر اومدن، با یکی از دوستاش دارن نهار میخورن. ممنون. سلام بچه ها، نوش جان. ممنون بابا. فریها رو به خاطر میارم. میبینم فریها خانم از اینجا خوشش اومده، اما مثل این که از غذاهامون زیاد خوشش نه، غذاهاتون عالیه. پس دسر مهمون من. موقعی رفتن یادت نره صورت حسابو بدی. امیر، اون کسی که با ماشین تصادف کرده بود باباش قسط اول خسارتو پرداخت کرده. امروز حسابو چک کردم، دیدم پولو ریختن به حساب. خوبه، خیلی خوبه. آره فریها خانم، پسر من اینجوریه دیگه. واسه چیزایی که داره خیلی ارزش قائل میشه. یکی ماشینشو دزدیده و تصادف کرده و داغونش کرده، ولی چون پول ماشین آقا امیر ندادن واسه همین براش اصلا مهم نیست. امروز پول کاپوتشو دادن، یه ما بعد پول لاستیکاشو میدن. شاید تا 10 سال کل خسارتو پرداخت کنن. بابا مگه وضعیتشون رو ندیدی؟ چه انتظاری داشتی؟ که همه پولو یه جا پرداخت کنن؟ تو اصلا نگران نباش پسرم، من حواسم به همه چی هست. من در موردشون تحقیق کردم، جاشون معلومه.
پدر پسر سرایی داره. مشکل کرایه و برق و آب ندارن. در واقع اونا زندگی پادشاهی دارن. بابا این حرفا تموم شدنی نیست. اگه اجازه بدیم ما غذامونو بخوریم. بله نوش جان. چی شده؟ میشه بریم؟ غذا تو نمیخوری؟ نه نمیتونم، باید برم. باشه. چی گفتی؟ گفتم دوست مگه دروغه؟ مگه مادرت دوست نیست؟ شما دارین اشتباه میکنین. مگه برادرت هم ماشین ندزدیده بود؟ نه شما دارین دروغ میگین. تو به ما میگی دروغگو؟ مگه دیروز پلیس مادرتو نبرد؟ دزده دیگه. Hırsız işte hırsız 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 hırsız. چه خبره؟ بریم کنار. بلند شو بریم. خوبی؟ حرفایی که به مامانم گفتی و پس بگیر. واسه چی؟ مگه دروغ گفتم؟ شما خجالت نمیکشین؟ عمر دوست شماست. به مادرش تهمت میزنین؟ خودتون رو جای اون بذارین. اگه به مادرتون تهمت بزنن اونم تهمت بیجه چی کار میکردین؟ تو نمیومدی من همشون رو میزدم. عمر دعوا کردن کار خوبی نیست. اما به مامانم گفتن دوز. ولی تو میدونی که مادرت دوز نیست. مگه با حرف اونا مادرت دوز میشه؟ اگه مادرت بفهمه دعوا کردی خیلی ناراحت میشه. به من قول بده دیگه دعوا نمی‌کنی باشه؟ از این به بعد به جای اینکه دعوا کنی سعی کن عاقل باشی. قبوله؟ قبوله. تا به مامانم چیزی نگو. باشه؟ باشه نمیگم. بیا بریم. رسیدیم. ممنون. نشد بازم تنها باشی. آره همینطوره. من میخوام باهات تنها باشم و باهات درد و دل کنم. گاهی نیاز داریم تا با یکی حرف بزنیم. میدونم نمیتونم به اندازه کافی برات وقت بذارم. چیزی شده؟ نه چیزی نشده. میشه قبل از رفتنت بریم یه جایی بشینیم و حرف بزنیم؟ نمیشه. الانم خیلی دیر شده. آها. کارم که تو هتل تموم بشه میتونم بشینم پای حرفتو به درد دلات گوش بدم. خدافظ. خدافظ. بله. جلوی درتونم. چی؟ فریبا هر طور شده میخوام ببینمت. حتی اگه شده فقط یه دقیقه. فقط میخوام یه بار ببینمت. همین. امیر دیوونه شدی؟ جلو در منتظرم.
هیچی ازم نپرس، هیچی هم نکن. یه لحظه به سرم زد که ببینم تو. حالا من اینجا، تو هم اینجایی. همه حقیقت اینه. حقیقت اینه. تو با من چی کار کردی فریها؟ من دیگه نمیدونم چی کار کنم. انگار بدون تو زندگی واسم مفهومی نداره. فریها، من عاشقت شدم. من باید برم. میبینمت. ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز.